خیلی خوب نره خرا، درست سر صف وایسید، امروز کلی کار داریم. ببینم کسی درست وای نستاده بلند میشم همین میکروفونو. رضا جان یه ذره خونسردی خودتو حفظ کن. شرمنده مدیر جان، منظورم این بود پا میشم تو میکروفون صحبت میکنم، هدایتشون میکنم. همگی میخوام یه جوری داد بزنید که شیشه‌های مدرسه بلرزه. از جلو بذار، ببخشید از جلو. نظام مرگ بر بالستان. خب دیگه رایدر صحبتاتو بکن، زود بفرستیمشون سر کلاس. یه چند تا نکته بهتون میگم، اینا رو حتما آویزش گوزتون کنید. اسکل آویزه گوشتون کنین. منم همینو گفتم دیگه. ای بابا بذار بریم سر کلاس دیگه. کی بود اعتراض کرد؟ این بود. یه مش بزن نکور جکورشو یکی کن. کس دیگه ای هم اعتراض داره؟ ناظم عزیز، مثل اینکه خدا رو شکر مشکل حل شد. شما شروع کنید. نکته اول، کاردستی‌هایی که تو دستشویی درست میکنید فقط واسه خودتون جذابه. جان زیدتون وقتی بلند میشید آب پشت سرتون بریزین. راست میگه، بوی گوه مدرسه رو برداشته. نکته بعدی، به کرات دیده شده که یه سری بچه‌ها مدرسه فرار میکنن میرن بیرون مدرسه سیگار میکشن. اوه محمد بدبخت شدیم، لو رفتیم. ما هم برای مقابله با این مسئله دیگه از این به بعد داریم داخل مدرسه سیگار میفروشیم. اهل دلاش میتونن از بوفه تهیه کنن. نازنازکا پاکتی بخرید جیگرکا. وای عجب غلطی کردم شما رو با خودم آوردم تو این مدرسه. حرف آخر، هر کی میخواد تو امتحان قبول شه من شماره کارتمو زدم رو دیوار. سوالا رو میفروشم، قبولی 100% تضمینی. چی داری میگی رایدر؟ عذر میخوام، واریز کنید به شماره کارت مدیر. بس دیگه رایدر، تو حرف نزنی سنگین‌تری. سعی تو باشه یکم حرف بزن. این رایدر داره شرف مدرسه رو میبره. سلام دوستان، من معلم پرورشیتونم. اول از همه باید بهتون بگم که شما توی یه مدرسه معمولی درس نمیخونید. این مدرسه خروجی‌های خیلی بزرگی داشته. چه خروجی مثلا همین شایان گوزو هم کلاسی خودتون، انقدر خروجی بادمدش بزرگ بود که اومدن از گینه ثبتش کردن. ایوالله. دوستان باید تلاشتون رو بیشتر کنید. من واسهتون امسال یه برنامه ریختم که بتونید روزی 25 ساعت درس بخونید. آقا چجوری آخه؟ روز که کلا 24 ساعته. خب میتونه یه ساعت زودتر از خواب بیدار شید. راستی بچه‌ها، هر کی نیاز به مشاوره داشت میتونه بیاد دفتر من. خیلی ممنونیم از معلم پرورشی عزیز. الانم معلم ورزشتون بهتون نرمش میده، بعد برید سر کلاس. خیلی خوب ارازل، وقت ورزشه. ماشاءالله، بیا آقا اون عقبی ها دل به کار نمیدن و تکون بده اون باستن خشمیون. از سوزنداد معلم میوردم آسیبش کمتر از اینا بود. خیلی خب دیگه بسه، برید سر کلاساتون. استاد ما این زنگ زبان داریم، شما مگه معلم پرورشی نیستی؟ چرا؟ ولی از اونجایی که هیچ معلمی قبول نکرده بیاد توی مدرسه، من معلم زبانتونم هستم. مگه زبانم بلدید استاد؟ آره بابا، زبان که کاری نداره. امروز میخوام با یه فرمول خیلی راحت و سریع زبان رو بهتون یاد بدم. استاد چجوری؟ ببینین، زبان انگلیسی خیلی شبیه زبان خودمونه. برای مثال ما میگیم برادر، اونا میگن برادر. ما میگیم مادر، اونا میگن مادر. ما میگیم جنگل، اونا میگن جانگل. خب حالا شما بگین. خواهر. آفرین. کارگر چی؟ کارگر. پدر؟ پادر. بیا دیدین چقدر راحت بود؟ شما الان تو کوتاه‌ترین زمان ممکن به زبان انگلیسی مسلط شدین. ایول استاد، کارت درسته. حالا که بچهای باهوشی بودید انگلیسی رو یاد گرفتید، میخوام بهتون ایتالیایی هم یاد بدم. بابا استاد چه نابغه‌ای هستی، ایتالیایی هم بلدی؟ ببینین، زبان ایتالیایی هم مثل انگلیسی فرمول خاص خودشو داره. فقط کافیه ته جمله یه یانو اضافه کنی. میشه یه مثال بزنید استاد؟ بله، برای مثال من هستم سعیدیانو، معلم زبانیانو. استاد یعنی همینقدر راحتیانو؟ آره، فقط کافیه یکم تمرین کنیانو. استاد شرمندتیامو، ولی اینجا بوی چس میادیانو. اوه، کسی صبحونه تخم مرغ خوردیانو؟ یکی پنجره رو باز کنیانو. این اتفاق منو یاد یه ضرب‌المثل اسپانیایی انداخت. بابا ایوالا، اسپانیایی هم بلدی؟ حالا این ضرب‌المثل چی میگه؟ میگه که پر فاور میخو من تو انمیگوس، کلاستون گرفته بوی چس. استاد میشه بهمون اسپانیایی هم یاد بدین؟ متاسفانه دیگه زنگ تفریح خورد، وقت نداریم. تو جلسه بعدی میخوام بهتون اسپانیایی و کره‌ای یاد بدم. حالا همتون سیک کنید از کلاس بیرون. زالکم، چی میخوای بهت بدم نازکم؟ خسته نباشید، یه ساندویچ میخواستم. بهت میدم کالباسکم که بزنی گازگازکم. دست درد نکنه عمو. برو بذار بعدی بیاد جیگرکم.
هی پسر بیا اینجا ببینم. جونم آقا. پسر اون ساندویچ خیلی بزرگه، بیا اینجا با هم فیف بزنیم. آقا به خدا مثل سگ گشنمه، از صبح چی نخوردم. اشکال نداره برو، تست مرام بود، خواستم ببینم بهت نمره انضباط بالا بدم یا نه. ای بابا سگ خورد. بیا آقا نصفش مال شما. پسر اون ساندویچ کالباسی که میزنی خیلی ضرر داره، بیا با هم فیف بزنیم ضررش نصف بشه. همین الانش هم باید نصفشو بدم به ناظم، دیگه هیچ چیز واسه خودم نمیمونه. اشکال نداره بابا، تست مرام بود، خواستم ببینم بهت نمره ورزش بالا بدم یا نه. سگ تو این زندگی عجب اسیری شدیم. بیا چه قسمتش کنیم. خوشم اومد، بچه‌ای با مرامی هستی. به به، میبینم که جمعتون جمعه، داری دور هم کالباس میزنی. سعید ناموسم برو لاشخوری نکن، ما خودمون 3 نفریم الان. نه بابا لاشخوری چیه؟ تست مرام بود، خواستم ببینم به بعضیا نمره زبان بالا بدم یا نه. سگ توش بابا نخواستیم، بیاید این ساندویچ خودتون ستا بخورید. من از سگ کمترم دیگه ساندویچ بخرم. حاجی این تدریس درس واقعا آدمو گشنه میکنه. آره والا، مخصوصا اگه بخوای زبان درس بدی. حالا زر زدن رو ول کنین، بیاین این کالباسا رو بزنیم، من خیلی گشتمه. آخ گفتی کالباس، من یاد یه ضرب‌المثل اسپانیایی افتادم. چه ضرب‌المثلی؟ میگه که پر فاور ناره کالباسا نمیده بی نوشابه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که کالباس بدون نوشابه که حال نمیده. این اسپانیایی هم عجب حرفای قشنگی میزنن. هی پسر اون نوشابه‌تو بیار اینجا فیف بزنیم، واسه ضرر داره. دانش آموزا به جز کلاس 1-3 که ورزش داره بقیه برید سر کلاساتون. خب دوستان، همونطور که میدونید زنگ ورزش جزو مهمترین درسای زندگیتونه. آقا این کجا به دردمون میخوره؟ خب جایی که به درد بخوره به درد میخوره دیگه. بریم سراغ درس امروز. بابا اینا رو ولش کن، یه توپ بده بازی کنیم. اتفاقا درس امروز توپتون میکنه. ما امروز یاد میگیریم که چجوری گنجایش نفسمون رو افزایش بدیم. یعنی قراره بدویم آقا؟ نه بابا، سگ حال داره بدوه. میخوایم سرمون رو بکنیم زیر آب؟ چیزایی میگی یا آخه سگ حال داره سرشو بکنه زیر آب؟ پس چجوری میخوایم گنجایش نفسمون رو زیاد کنیم؟ قلیون آقایون، یکی از بهترین راههای افزایش تنفس کشیدن قلیونه. آخ جون، بالاخره ورزش مورد علاقه‌مو پیدا کردم. اگر خوب تلاش کنید جلسه بعد میخوام بهتون یاد بدم که چجوری از دهنتون حلقه بدید. یا الله، هر کی بتونه قلیون رو سریعتر شاخ کنه بهش 2 نمره مثبت میدم. دارین چیکار میکنید شماها؟ نمیبینی دارم بهشون درس میدم. مطالعات من میگه که این سبک درس دادن اصلا درست نیست. خب مشکلش چیه؟ باید به جای پرتقال خامه واسهشون 2 سیب نعنا میذاشتی. آره ولی اینا تازه ورزشو شروع کردن، نمیخوام جلسه اول بهشون فشار بیارم. شماها دارید چه غلطی میکنید؟ داریم ورزش میکنیم دیگه. با قلیون پرتقال خامه؟ اتفاقا منم داشتم بهش میگفتم طعمشو عوض کنه. مرد شور جفتتونو ببرم. به جای مدرسه بچه‌ها رو ول کنم تو خیابون خطرش کمتره. برو یه توپ بیار این بچه‌ها فوتبالشون رو بازی کنن. ای بابا، تازه داشتم به ورزش علاقه‌مند میشدم. این جواد همین جوریه، چشم دیدن پیشرفت بچه‌ها رو نداره. آقا اجازه؟ جانم بیا تو. آقا ما یه مشکلی داشتیم می‌خواستیم باهاتون مطرح کنیم. به نظر من مشکل تو ریشه در دوران کودکیت داره. آخه من که هنوز مشکلمو نگفتم. من با یه نگاه متوجه میشم. خب حالا مشکلت چیه؟ آقا من خیلی آدم ترسوییم. از چی میترسی عزیزم؟ آقا بچه‌ها همش به من زور میگن، منم میترسم دعوا کنم حقمو پس بگیرم. عجب آدم خاصیتی هستی. چی آقا؟ هیچی ولش کن. پیش کس درستی اومدی. من یه کاری میکنم که با ترسات روبرو بشی. آخه چه جوری؟ برو تو حیاط زنگ تفریح خودت متوجه میشی. دعوا هی هی دعوا مشت اول 1000. گارد تو بیار بالا. آقا چه اتفاقی داره میفته؟ من باید چیکار کنم؟ الان اونی که روبرود وایستاده ترسته، باش روبرو شو. آخه من اصلا دعوا بلد نیستم. تو فقط کافیه یه فوش بدی، بقیه‌شو خودش انجام میده. باشه، لاچاک تو سرویس. چی با من بودی لاچاک فانتزی؟ بله داشتم میگفتم این مدرسه یه مدرسه خیلی خاصه که محیط دوست داشتنی واسه بچه‌ها داره. ایول چقدر عالی. آقا مدیر، محسن از مدرسه فرار کرد. پسر جان دارم صحبت میکنم، برو خودم پیگیری میکنم. چرا باید از مدرسه فرار کنن؟ نه فرار نکرده، احتمالاً توپشون افتاده رفتن توپشونو بیارن. این بچه‌ها بزرگنمایی میکنن. چی بگم والا؟ آره به سلامت این مدرسه شک نکنید. میگم حالا که ایتالیایی یاد گرفتیم بریم یه فاش ایتالیایی به این مدیر بدیم بخندیم. راست میگی، اون که زبان ما رو نمیفهمه. بله، نقطه قوت مدرسه ما ادب دانش آموزامونه. بله، ادب خیلی مهمه. آقا اجازه؟ جانم. ریدیه اما تو اون قیافه شخمیه انوت. ای بی شخصیت، این چه حرفیه میزنی؟ گم شید سر کلاساتون. ماجی توف توش ایتالیایی بلد بود، فرار کن بریم.
من نمیدونم این حرفای زشت رو کی داره یاد بچه‌ها میده. بله داشتم میگفتم یکی از خوبیای دیگه‌ای که مدرسه ای ما داره اینه که پر از امنیت و پر از صلح و صفاه. بگو گوه خوردم. بگو. حیف این زنگ ورزش غایب بود و یا نه نفسشو چاق میکردم. یکم دیگه دووم بیار، 2 دقیقه دیگه راند اول تموم میشه. آقای مدیر یه صداهایی داره تو حیاط میاد. نه چیز خاصی نیست، نگران نباشید، بچه‌ها دارن با هم دیگه بازی میکنن. آقا مدیر مجیدو زدن لاغاچشو پاره کردن. چی؟ چقدر بهش گفتم چپش بازه، گوش نکرد. یکم اگه گاردشو بالاتر گرفته بود کارش به اینجا نمیکشید. همینجوری بخوایم پیش بریم تا یه ماه دیگه مدرسه رو پلمپ میکنن. انقدر سخت نگیر جواد، باور کن خودش از بیمارستان برگرده ازمون تشکر میکنه. البته تشکرم لازم نیست، ما وظیفمون رو انجام دادیم. این مدرسه نیاز به یه تغییر اساسی داره. آره میفهمم چی میگی جواد، من خودم این تغییر رو ایجاد کردم. چی؟ چه تغییری؟ گفتم دیگه فردا بچه‌ها به جای لباس فرم با لباس بوکس بیان مدرسه. چی؟ تو که واقعا این کارو نکردی؟ فردا میبینمت. سلام به همه جشنواریای عزیز. آقا مرسی که مثل همیشه داش سعیدو تا انتهای ویدیو همراهی کردید. آقا دیگه نیازی به گفتن نداره، برید نکبار جکبار کامنت رو یکی کنید و منتظر کلیپ‌های بعدی باشید. تا کلیپ‌های بعدی جشنوارتون رو